امروز داخل کوه میخوایم جاتون خالی یه تلیت انار خوشگل بزنیم، لذتشو ببریم. ابتدا انار رو دون میکنیم، دون که کردیم بعدش لش میکنیم. حالا انار که آب کردیم سر بطریمون رو میاریم اینجوری فشار میدیم، آب انارا رو میگیریم. حالا آب انار که گرفتیم نون میریزیم داخلش. انار ما درست شده دیگه، وقتشه که